بله بله، من پاسخگوی رسمی جبهه مقاومت ملی خراسان هستم. یادتان باشه چندین بار در سپیس ها با شما جنجال داشتم. شما با کدام وجدان و کدام ضمیر اگر شما غیرت داشته باشین در دشت برچی شما سیاسرها را، دخترای جوان را که قلم و کتابچه در دستشان بود چطور جرأت کردین به شهادت برسانین؟ چطور نمیشرمین باز این جمعه به جرأت؟ ببین این جای شرم نیست. برای ما مهم اهداف است و ما برای رسیدن به اهداف از هر حربه و وسیله استفاده میکنیم. اهداف ما ضعیف نشان دادن کشور دولت شماست و ناتوانمند نشان دادن استخبارات شماست و تطبیق پلان هایی است که برای ما داده شده که شما باید پلان ها را عملی کنین. اگر شما متوجه شده باشین در افشار برای شما از کجا پلان دادن میشه؟ ببین ما در این راستا تنها نیستیم. این دفعه خود سرطان 48 کشور آورده بودیم، او خود تیر شد 20 سال گذشته. این دفعه اگر کار ما بچله و جهان غرب، اروپا، اسرائیل، امریکا و فرانسه صدای ما را بشنوه، 80 کشور 100 کشور هم سرطان میاریم تا ای که شما را دوباره بکوبیم، به زانو در آوریم و شما را ضعیفتر کنیم و نسلتان را گم کنیم و شما را از بین ببریم. یک دقیقه صبر کن. ما صاحب کو دیگه کشورهایی که مشت و لغت ما را یاد داشته باشد زندگی در پالوی شما استاده نمیشه. این خواب است، خیال است و محال است. خب شما اگه غیرت می داشتین امی 48 کشور چقدر شما را حمایت کرد؟ با تریلیون ها دلار به شما داد، با میلیاردها دلار اسلحه داد، تانک داد، رنجر داد. مگر وقتی که شما خارجی از افغانستان میبرامدن 20 سال خارجی شما را حمایت کرد، در 20 سال بعد یک چیز میکردین شما اینقدر بیادبی ما باولتان اعلا کردین رفتین گریختین تاجیکستان. پس دیگه کشورهای مثل که شما نام گرفتین و به کدام چشم با شما را حمایت کنه؟ شما خب بی غیرت ترین قشر دنیا هستین که با وجود حمایت 48 کشور وقتی که بادارتان میگرد شما تنبانتان ببینین ما گپ مرا گوش که ما و دوستای خارجی ما اهداف مشترک داریم، اهداف مشترک و برای رسیدن به اهداف ما گفتم پیشتر براتان که از هر حربه و وسیله استفاده میکنیم و او را وادار به این میسازیم و کوشش میکنیم، سعی میکنیم تا او در کنار ما ایستاد شوند. اگر متوجه باشین 2-3 روز پیش امپراتور شمال جناب عطا محمد نور و ببین رهبر پرافتخار هزارها امپراتور شمال خو موترش در سرحد تاجیکستان چالان مانده بود. ببین حرفای ما تمام نشد. او 2-3 روز پیش نه 2-3 روز پیش او رفتن به کشور عراق و اوجا با مقتدا صدر ملاقاتی داشتن و او را دعوت نبودن. ببین